السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام در قدم اول از آن ذات اقدس و مهربان سپاس گزارم که تا این دم من و شما را همراهی نمود و برای من و شما باری دیگر توفیق عمل عطا کرد که این محفل قرآنی و سنتی و ایمانی را در این مکانی مقدس و معزز و مکرم برگزار می نماییم. در قدم دوم موضوعی را که خواستم در ارتباطش اندکی چرخش داشته باشم همانا فضیلت توکل می باشد. برادران مؤمن و مسلمان، الله جل شأنه بنده متوکل خویش را دوست دارد. بنده ای که بر خدای خود توکل کند الله جل شأنه دوست دارد. بنده ای که در مشکل روبرو شد بر خدای خود توکل کرد. بنده ای که در مخمسه گیر کرد بر خدای خود توکل کرد. الله جل شأنه این بنده خود را دوست دارد. چنانچه در این آیه مبارکه الله جل شأنه چنین فرموده است: فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. هرگاه که قصد انجام کاری را کردی بر خدای خود توکل کن که خداوند جل شأنه توکل کنندگان را دوست دارد. هرگاه میخواهی که یک کاری را انجام بدهی، وقتی که میخواهی یک مشکل خود را حل نمایی بر خدای خود توکل کن. الله جل شأنه چی میفرماید؟ ان الله يحب المتوکلین. یقینا همان الله جل شأنه توکل کنندگان را دوست دارد. برادران مؤمن مسلمان، اما متاسفانه امروز من و شما میگوییم که ما الله را دوست داریم، من الله را دوست دارم، ولی این مهم نیست. مهم این است که آن ذات اقدس و مهربان، آن خالق یکتا و یگانه، آن خالق دارین بگوید که من تو را دوست دارم، من بنده ام را دوست دارم. مهم این است. الله جل شأنه محبت خود را نسبت به بندگان متوکل خویش در این آیه مبارکه ثابت کرده است و ایشان را در سخت‌ترین وضعیت مدد و حفاظت میکند. برادران مؤمن و مسلمان، در اخیر چکیده سخنان بنده این می باشد که اگر بر الله جل شأنه توکل کنیم، اگر امروز من و شما بر الله جل شأنه توکل نمی کنیم، امروز من و شما بر خالقی که 7 طبقه آسمان و 7 طبقه زمین را با وجود آورد، امروز من و شما بر خالقی که ابراهیم را در داخل آتش و یوسف را در داخل چاه حفاظت کرد توکل نمی کنیم. این را بدانیم که اگر من و شما بر خدای خود توکل نکنیم، بر خالق یکتا و یگانه توکل نکنیم، در زندگی دنیا، در امورات دنیا پیشرفت رشد کرده نمیتوانیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.